السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و درود به یکایک شما تماشابینان عزیز و گرامی و برکت و رحمت به خاندان شما. با شما هستم شوکت محمد در برنامه گفتگو، یعنی گفتگوی من با شما. تماشابینان عزیز و گرامی، خوشبختانه باز به خداوند کریم منان تشکر میکنیم و شکر میگوییم که ما را با دیداری هم رسانید و ما امروز با هم هستیم، با هم گفتگو میکنیم و با هم طوری این ساعت ها خواهیم بود. تماشابینان عزیز، لینک برنامه را به دوستانتان بفرستید تا که آنها نیز با خبر شوند و واردی برنامه گردند. همچنین شما کسانی که حالا ما را تماشا میکنید و به کانال پیمان تیوی آبونه نشده اید، لطفاً از شما خواهش می شود که به کانال پیمان تیوی آبونه شوید و کسانی که تگمه لایک را پخش نکرده اید، از یکایی که شما خواهش میکنم تگمه لایک را پخش کنید تا اینکه این برنامه به تاب برآید و دیگران نیز با خبر شوند و واردی برنامه شوند. تماشابینان عزیز، هر کس میخواهد توسط لینک ورود به استودیو به برنامه وارد شود، وارد استودیو شود و صحبت کند، ابراز نظر کند، هر چی میخواهد بگوید، به شرطی که رعایت آداب و اخلاق باشد. و کسانی که میخواهند توسط واتساپ زنگ زنند، من رقم واتساپ را در اینجا میگذارم. شما رقم واتساپ را میچینید، به ما میپیوندید و گفته های خودتان را ابراز میکنید. تماشابینان عزیز، امروز من نه آنقدر خرسند هستم، چون نه آنقدر تبی بالیده دارم. به طور دیگر، چون اگر شما درک یافته باشید، دیروز و امروز خبرها رسیدند و چندین رسانه ها خبر دادند که برادر من اصلالدین شریف را به مدت 12 سال روانه زندان کردند و این حکم طبق رادیوی آزادی که خبر داد ماه مارس صادر شده است و ما نه با خبر شدیم که برادر مرا به 12 سال زندان محکوم کردند. تماشابینان عزیز، این حکومت غدار، این حکومت ظالم، این ظالمانی که برادر مرا بردند پشت پنجره زندان کردند، تنها یک خواهش داشتند، تنها یک مقصد داشتند، میخواستند زبان مرا، دهان مرا ببندند، به زبان من، به دهان من قلف زنند تا صدای من نبراید، تا صدای مرا نشنوند. اما چنین نخواهد شد. اینها برادری بیگناه، همان برادرم که از همه خورده است، از همه برادران خورده است و از او خورتر دیگر دادر خواهری ندارم و او همگی در سن 11 سالگیش از دستی سیله کننده پدر محروم شده بود، از پدر یتیم مانده بود و ما برادرانش را به جای پدر خوانده تا به این سن رسیده بود، صاحب 3 فرزند شده بود. او را به هیچ جرم گناه که به ساختمان مشغول بود در روسیه بود، به سیاست یگان سر کار نداشت، سال 2022 ماه سپتامبر بازداشت کرده بودند و تا 1 اکتبر سال 2023 قریب 1 سال و 1 ماه، زیاده از 1 سال در بازداشتگاه روسیه بود. مقامات روسیه از جانب تاجیکستان این را طلب میکرد که یعنی برای استرداد اصلالدین شریپوف، یعنی دادر من، مقامات تاجیکستان ثابت کنند که واقعا او مجرم است. برای استرداد کردن
اسدالدین شریپوف مقامات روسیه از تاجیکستان معلومات های تصدیق کننده و معلومات های ثابت کننده طلب کردند. مدت 1 سال آنها نتوانستند جانب روسیه را متقاعد کنند که واقعا دادر من مجرم است. اما مقامات روسیه هم طبق شرطنامه هایش میگفت که تنها استرداد اسدالدین شریپوف به تاجیکستان دیده می شود، دیگه بی‌جرمی بیگناهی او در روسیه دیده نمی شود. بی‌جرمی بیگناهیش را او در تاجیکستان ثابت خواهد کرد، نه در ما. برای همین جانب روسیه به ما گفته بودند که ما گناهکار یا بیگناهی او را نمی بینیم، دیده نمی برایم، بررسی نمی کنیم، چون که این در صلاحیت ما نیست. و طبق قرارداد روسیه و تاجیکستان وقتی که تاجیکستان این نفر را از ما پرسید، ما تنها استرداد او را، استرداد شدن یا نشدن او را بررسی میکنیم. و بالاخره با یک جرم شرمنده‌وار که نتوانستند بگویند که این نفر واقعا در عضو گروه 24 است یا عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است، نتوانستند بگویند که این نفر با جانبداری از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یا گروه 24 در رسانه ها فعالیت میکرد. کسی او را در رسانه ها ندیده است و کسی او را نمیشناسد. در یگان در شبکه‌های اجتماعی صحیفه‌ای که در او فعالیت سیاسی برده باشد نداشت. یگان خبری سیاسی هم نشر نمیکرد. در شبکه‌های اجتماعی صحیفه‌های خود را داشت، تنها در آن رسم و چندی از همون رسم‌های اولیوی وجود داشت و خلاص. مقامات تاجیکستان نتوانستند جانب روسیه را متقاعد کنند که واقعا این نفر تروریست است یا اکستریمیست است، تندگرا است، وحشت افکن است. نتوانستند ثابت کنند. بعد از آن میدونید چیکار کردند؟ بعد از آن گفتند که این آدم یعنی اسدالدین شریپوف دادر شوکت محمد چیکار کرده است؟ در وقت انتخابات بلاروسیه، در انتخابات پرزیدنتی بلاروسیه به جانبداری تیخانوفسکی در رسانه ها لایک مانده است. به جانبداری تیخانوفسکی که او مخالفی یعنی یا رقیب لوکاشنکو بود، پرزیدنت فعلی بلاروسیه، به جانبداری تیخانوفسکی دادر من لایک مانده است. یعنی همین لایک ماندن دادر من به جانبداری تیخانوفسکی را یا بر این را بر ضد لوکاشنکو دانستند. لوکاشنکو چی؟ امامعلی رحمان چی؟ یعنی هر دو یکی. امامعلی رحمان از این نام کشیده است، یعنی بر ضد لوکاشنکو لایک مونده باشد چی، بر ضد من مونده باشد چی. همین خیلی مضمون، همین خیلی معنی داد کردند. و بلاروس عضو پیمان امنیتی دست جمعی، عضو اودکب است و گفتند که ما در این یعنی در اودکب سرحد یگانه داریم و سیاست یگانه داریم و به جانبداری تیخانوفسکی لایک موندن، این بر ضد لوکاشنکو لایک موندن، بر ضد لوکاشنکو صدا بلند کردن است. بر ضد لوکاشنکو صدا بلند کنه چی، بر ضد امامعلی رحمان صدا بلند کنه چی. این گونه دیوانگی دارن اینها. با همین جرم دادر مرا 12 سال دادند. در نزد من همه پرونده هایی که از جانب تاجیکستان آمده است وجود دارد، به مقامات روسیه تسلیم شده است، وجود دارد. همین گپ هایی که من گفته شدم وجود دارد. اول به 307 گناهکارش کردند. بعد از آن در یک مدت 1 سال 3 مراتب پرونده دادرم دیگر شد.
یک چند مراتب سود شد، یک چند مراتب مرافع سودی گذشت. در همین یک چند مراتب مرافع سودی ما باور داشتیم که مقامات روسیه به این دلیل های مسخره تاجیکستان دیگر باور نمی کند و اسدالدین شریفوف دادر ما را آزاد میکند. متاسفانه روز 1 اکتبر گرفته رفتند و این سنه را ما از کجا میدونیم؟ و ما پروکراتوری شخصا به من پروکراتوری گنرالی فدراسیون روسیه جواب داد. من به پروکراتوری گنرالی فدراسیون روسیه نامه نوشتم. او به من جواب داد که دودرت یعنی اسدالدین شریفوف حالا در تاجیکستان است، در بازداشتگاه نودروب دو یا دروب نوی شهر خوجند است. ایبدار کننده دولتی فلانی است. ادوکاتی دولتی به او ادوکات داده شده است و ادوکاتش فلانی است. همش به نام و نسبش به من فرستاده شد. با وجود این طول 2 ماه از ماه اکتبر، نوامبر، دکبر و در آخر ماه دکبر ما با خبر شدیم که یعنی واقعا دادرم در بازداشتگاه خوجند بوده است. چون یک ادوکات، همون ادوکات پیدا شد و ادوکات به تماس برآمد، از ما مبلغ طلب کرد برای اوردر دراندن و مبلغ رو وقتی که گرفت گفت که من رفته با اسدالدین وا خوردم، اسدالدین رو دیدم، او صحت است، سلامت است. واقعا این ادوکات برای ما به همین قدر کار لازم بود چون از دست از هیچ چیز نمی آمد، از دست از هیچ چیز ساخته نبود. اما ما گفتیم تو نمیتونی هیچ کار کردن، فقط همین قضیه رو پیگیری کن، سود چخیل میگذارد، مرافع سودی چخیل میگذارد، کی سود میشود، ما بگذاردونیم. هیچ خبر نداد. بعد طبق خبرهایی که به من رسید این گم شد، این ادوکات تلفن هایش رو کشته پرتافت، گم شد. بعد از خیلی وقت به من یک نفر تماس گرفت، با رقم پنهانی تماس گرفت و خودش رو میانه رفت، گفت که من از نام فلانی طلب شده است که باید تو 30,000 دلار، یورو نه، 30,000 دلار بفرستی و دادرت از 3 تا 5 سال میگیرد، خلاص میشود. یعنی علاجی، یعنی در زندان از 3 تا 5 سال در زندان نیستاده برآمدنش نیست. اگر 30,000 دلار بدهی از 3 تا 5 سال زندان می شود، شاید به یگان عفو می افتد، همین مکسیموم 3 سال ایستاده می براید. و وقتی که از جانب ما جواب رد شد، گفتن که اگر نتوانید همین 30,000 دلار یافته دادن، از 15 تا 20 سال ترمه می شود، زندان می شود دادرد. خلاص 30,000 دلار را از کجا یافته می دادیم ما؟ و اینک با خبر می شویم، دیروز رادیو آزادی نشر کرد که دادرم ماه مارت زندان شده بوده است، به 12 سال محکوم شده بوده است. 12 سال. خانه ات سوزد ظالم، خانه ات سوزد. همین دادر من تولدش 1987 وقتی که امام علی رحمان به سر قدرت آمد، همگی 5 ساله بود. همگی 5 سال داشت. 92. وقتی که پدرم از دنیا گذشتن 11 ساله بود. به توفیل همین امام علی رحمان یک روز خوب ندید. همین دادرم مکتب رو تمام کرد، از صنف نیمش برآمد، تا صنف نیمه خواند. در مهاجرت است، در مهاجرت بود.
همین به تاجیکستان یا 2 ماه یا 3 ماه در یک سال به تاجیکستان میرفت خلاص. نه به سیاست از سر کار داشت، نه به خودت کار داشت. نه به این کار داشت که توش کار میکنی چه علف میخوری. عمرش در غربت میگذشت. در این سالهای آخر، در سال 2016 به بعد، در این مدت 8 سال تاجیکستان را ندیده بود. نرفته بود تاجیکستان. حتی نیت داشت تماما به تاجیکستان نرود. شما او را گرفتید، بردید به تاجیکستان، اما به زندان. تاجیکستان که خودش یک زندانی بزرگ است، تاجیکستان که خودش یک زندانی کلان است، اما این زندان باز زندان دارد. این زندان باز زندان دارد. طول 30 سال است که از این زندان مردم فرار میکند و دیگر برگشتن را آرزو هم نمی کند، خیال هم نمی کند. اگر در همانجا پدر پیرش یا مادر پیران سالش نمی بود یا یگان غم و شادش نمی بود، هرگز یادی تاجیکستان نمی کرد. اکثری اهالی تاجیکستان را شما به همین خلاصه آورده رساندید. اکثریت اهالی تاجیکستان را به همین خلاصه آورده رساندید. اکثریت درهای مردم تاجیکستان، درهای خانهشان امروز قلف زده است. از شما گریختند. خانهشان را به زاغ و زغن حواله کردند. به پرنده های آسمان، به درنده های کوچه ها حواله کردند. به دزدان شما حواله کردند. از 10 در تاجیک 7-8 تاش بستگی قلف زدگی است. اما آنها را شما در همین مهاجرت هم نمیمانید آسوده بزیند. نمیمانید آسوده زندگی کنند. نمیمانید یک بریده نانی با علم یافته خودشان را آسوده بخورند. باز میرید از همونجا قپیده میبیارید، میگوید اکد زیدیگو ما گم میزند، پدرت زیدی ما فعالیت سیاسی میبرد، باید جوابش را تو بدهی. زورتان به همون نفر میرسد که صدای نداشت، زیدی شما حرفی نداشت، زیدی شما گفتنیه نداشت، زیدی سیاست شما کاری نداشت. شما بودید تو سر و روغنتان، او به همون جستجوی یک برده نان حلال خودش آواره بود. شما نوجوان مردید، شما نوجوان مردید، شما ظالم هستید. حد انسانگریتان حتی پستر از حیوان است. من بدون هیچ احساسات حالا گپ میزنم و ملتگرایان، کسانی که ملتچه هستید، تاجیک میگوید، بعضی انسان ها را به عرب بودن، به عرب زدگی عیبدار میکنید. اوی بی‌ناموس ها، شما روید پای عرب ها را ببوسید. نه عرب های امروز مسلمان، بلکه همون پای عرب های دوره جاهلیت را ببوسید. من تاجیک ها، شما به نام تاجیک ننگ آوردید با این حکومت داریتان، با همین چاپلوسیتان های زیایی های من تاجیک گو. حیف شما روید پای عرب های همین دوران جاهلیت را ببوسید. یگان صحابه پیغمبر که از زجر و ظلم و جبر و شکنجه ظالمان در تاریخ نامنویس شده اند، مثل همین روزه جبر و ظلم امام علی رحمان، یگان صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم جبر و ظلم ندیده است. مثل همین روزه زندانیان سیاسی که در زیر ظلم و استبداد شکنجه امام علی رحمان قرار دارند، در تاریخ اسلام یگان کسی که خیلی جبر و ظلم ندیده است. از 100,000 صحابه پیغمبر یگان تاش ندیده است.
ما در تاریخ از همه جبر و ظلم دیده، یعنی شکنجه دیده تاریخی حضرت بلال می مؤذن پیامبر صلی الله علیه و سلم که حضرت ابوبکر از خواجهش خریده نجات داده بودند. حضرت بلال می بالایش سنگ مانده بودند. احد احد می گفت. بالای ریگی 60 درجه گرم خوابانده بالایش سنگ مانده بودند. این را تاریخ واهمه می کند و در تاریخ نوشته شده است که این گونه حضرت بلال شکنجه دیده بودند. همین شکنجه تاریخی 7 روز دوام داد. بعد از 7 روز حضرت بلال از خواجهش خریده گرفتند. حضرت بلال را. و حالا شما 30,000 دلار طلب کردید تا من برادرم را از شما خریده گیرم، لیکن شما نامردا گفتید که صد نمیتیم. 3 تا 5 سال باید زندان بشیند. ای نامردها، شما روید پای همون امیه ابن خلف بود چی بود، همین را ببوسید خواجه حضرت بلال را. حضرت ابوبکر مبلغ را آورده دادن، نجات داد. در پناهندگی حضرت ابوطالب پیامبر صلی الله علیه و سلم زندگی میکردند. حضرت ابوطالب در زمان پیرانسالیشان بودند. انا همون ابو جهل و ابو لهب و همینها می آمد حضرت ابوطالب را یک لگد میزد، به زمین سیاه یکسان میشد ابوطالب. لیکن جوانمردی آنها این بود که وقتی یک نفر به یک نفر دیگر پناهندگی داد، تمام دیگر گفت روسا این اتنی ابسوجده ایچه یگان کس این رو محاکمه نمی کرد. تمام بود. برای همین با ابوطالب اومده هیچ کس دست زوری نمی کرد. جنت رو اسیم بیتی می گفتن زن خواهد زنش میتیم، مال خواهد مالش میتیم، پول خواهد پولش میتیم، زمین خواهد زمینش میتیم، خانه خواهد خانهش میتیم، فقط بگو صدایش خاموش شود. از حضرت ابوطالب این را طلب میکردند. یا میگفتند به ما بدی، در عوضش ما به تو بچه گبدان، کاردان، زیرک، سخندان، شیرگو میدهیم. به جایش تو خشک نمیمونی. اینقدر جوانمردی داشتند. عرب‌های جاهل، عرب‌های دوره جاهلیت. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره بودند، دو دختر پیامبر صلی الله علیه و سلم، دو نوری چشمشان یعنی همسری دو فرزند ابولهب بود. آنها می توانستند همچون یک گرو، همچون یک اسیر استفاده کنند دو دختر پیامبر صلی الله علیه و سلم را. شما میگویید که اگر گپ زدی خواهرت را زنا میکنیم، اگر گپ زدی خواهرت را لوچ کرده به ویدیو سر میدهیم. مرت نامردا، این نوجوان مردا، مادرت را این خیل میکنیم، دخترت را اون خیل میکنیم. مگر همون ابولهب تاریخی که حتی با نامش سوره نازل شده است، آیت نازل شده است، وعید الهی علیهش آمده است، انا همون ابولهب از شما بهتر بود، همون ابولهب از شما جوانمردتر بود، همون ابولهب جاهلی دوره جاهلیت
از شما با انصافتر بود. با شما به عرب طعنه میزنید. شما همین 4-5 در همین سری حکومت نشستگی ها و کاسلسانش که با نام زیایی هستید، پابوسی همون عرب های دوره جاهلیت نیستید. در جوان مردی پابوسی همون عرب های دوره جاهلیت نیستید. وقتی که از جانب پیامبر صلی الله علیه و سلم طلب شد همون 2 دخترشان رو طلاقش بدهد، آنها را به مدینه سفربر کند، ابی لهب این کار رو میکند. فرزندان ابی لهب این کار رو میکنند. نمیگوید نه این فشنگ است برای محمد، ما این را همچون اسیر نگاه داریم برای غریزه های سیاسی امان، همچون فشنگ برای محمد استفاده بریم. ابو لهب گفته میتونست همین کار را کرد، نکرد. از این میبرد که همون ابی لهب لعنتی که در تاریخ لعنت شده است، بر علیهش وعید الهی آمده است، با نامش که آیه نازل شده است، جوان مرتر از شمایان بود. جوان مرتر از شمایان بود. حالا ما به خاطر اسلام ظلم و شکنجه دیدن و عذاب دیدن صحابگان را در تاریخ میخونیم. یک بار قیاس کنید، یگان صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم در حبس ابدی ظالمان بود؟ به خاطر حق تلاش کردنش زیر جبر و ظلم ستم می ظالمان رفت؟ به حد سید عمر حسینی، به حد محمد علی حیید، به حد زبیدالله رازق، به پیر 65 ساله که هنوز سالهای 2012-2013 من خبر داشتم که کسلی قند داشت، کسلی دل داشت، محمد علی فیض محمد مولوی. از یک انسان بیمار، از یک انسانی که هر روز از پی طبابت خودش بود هراسیدید، ترسیدید، او را به چند سال، به 28 سال زندان محکومش کردید که اقلا رحمانوف تا مردنش همین آدم نبیند. از یک آدمی بیمار اینقدر هراس دارید شما. یادم هست سال 2013 بود به خیالم، بحث به دیداربینی محمد علی فیض محمد رفته بودم. من از اشت زردولی برده بودم، خدا رحمتشان کند، که توصیه شده بود به ترمز انداخته شبش در ترمز دم کنند و سحر از آن از آب زردولی بنوشند. هنوز سال 2013 این آدم بیمار بود، از پی طبابت و از پی سلامتیش بود. از یک آدمی بیمار اینقدر می‌هراسید شما؟ از یک ساختمان چی که نه به سیاستتون سر کار داشت، نه به خودتون سر کار داشت، نه به گور کفنتون کار داشت، رو میبرید 12 سال زندان محکوم میکنید. چی حاصل گرفتید؟ چی گرفتید؟ چی نتیجه گرفتید؟ یک جوان مرد رو بردید که شما بجای شما همه پرابلم شما رو حل میکرد، اقلا برای اهل عائله خودش از شما جای کار نمیپرسید، از شما تصابی نمیپرسید، جبران پولی نمیپرسید. وقتی که نلاگ خانه رو تی گفته میرفتید این تو به من جای کار نداده شدی، این را از کجا یافتید هم نمیگفت، او را بردید پشت پنجره زندان کردید. بعد چی حاصل شد؟ چی گرفتید از این؟
همه چشم داشتتون خطا است. مردم من در این 20 سال که خوندم و تعلیم گرفتم یک اویلم به یک اویلم گفت فهمونده نتونم. که بخواستید به من فشاری روانی بیارید، مادرم در پهلویم است. هر کجای بودم مادرم را همراه هم بردم تا اینکه از دور ایستاده از من خواطر نشود، رنج فراق نکشد، هر گونه خبرها او را رنج ندهند. ترکیه رفتم ترکیه بردم، اوکراین رفتم اوکراین بردم، اروپا آمدم با خودم آوردم اروپا. شما هم مادر دارید؟ ای حکومت دارا، کی مادرت را آخرین بار خبر گرفته بودی؟ ای بدبخت، کی مادرت آخرین بار به دیدار تو مشرف شده بود؟ مادرت در دهات، خدا در اونجا نه مهر است، نه محبت است، نه جوان مردی است، نه دیدار پدر است، نه مادر است. میگردی در اونجا دیدو دیدو آواره با ظلم و ستم. به گپ شما باور کرد مادرم، توسط خویشاوندانش شما متقاعد کردید که به تاجیکستان برگردد، او را یگان چیز تهدید نمی کند. مادرم بیمار بود، گفت پسرم بیا میمیرم، روم مرا در خاک وطنم گورانند. ما راضی شدیم. اول مادرم به روسیه پرواز کرد، بعد از آن به تاجیکستان. از روزی رفتنش به تاجیکستان شما بیچاره را فشار آوردید، ظلمش کردید، هر هفته به خانه رفتید، به خانه دادرانش گریخته برفت، به خانه دادرانش کافته رفتید، به خانه خواهرش رفت، به خانه خواهرش کافته رفتید. جای گریز نیافت. گشت آمد، آوردم به اوکراین، بعد آوردم باز به اروپا. مادرم در پهلویم است. اما شما نوجوان مردان کی در پهلوی مادرتان نشستید یک کف دعایش را گرفتید؟ بدبخت ها. مادر دارید، شما فرزندید. اگر شما احساس میکردید که یک لحظه نبودن شما مادرتان را، پدرتان را اینقدر پریشان میکند، جگرخون میکند، هرگز به این نوجوان مردی دست نمیزدید و یک نفر بیگناه را از روسیه بازداشت کرده نمیبردید. چون که این را در وجود خودتان احساس میکردید که مادر شما یک لحظه، یک روز شما را نبیند، از شما خبر نیابد، به چه حالت دچار میشود. شما این را احساس میکردید. جوان مردیتان غلبه میکرد. به این پستی، به این بی‌ناموسی، به این بی‌شرفی دست نمیزدید. دادری من تنها نیست. همین روزی دادری مرا شما به سری صدها نفر تاجیک آوردید، تنها به خاطر غریزه های سیاسیتان. این مرید به همون منصب داریتان، مرید به همون دولت داریتان که محض به خاطر بقای خود هر کی را خواهید قربان کنید. ببینید نوجوان مردها، گفتم که روید پای همین عرب ها را ببوسید، همین عرب های دوره جاهلیت را. که جوان مردتر از شما بودند، جوان مردتر از شما بودند. اوی نوجوان مردها، فرض کردیم شما خواستید مرا خاموش کنید،
خبری نوی من به شما این است. از این به بعد تا نکشیدم، از این به بعد تا نکشیدم، تا اینکه نفس میکشم خون در رگ و پایم ره میرود، من به سر شما هستم. من به سر شما هستم. به تمامی کماندم. 25 نفر کمانده داشتم. 25 نفر. با اکثریتش جواب گفته بودیم. حالا همشون را سرجم میکنیم، باز از سر نو به سر شما میبراییم. همونی که از سال 2016 تا سال 2022 داد و وایتان را برآورده بود، همون منم. همون کمانده من بود. از سال 2016 آخر 2015 تا سال 2022 زورتان آمده بود، از خطو رفته به 250 میلیون دلار پرازیت خرید آورده مونده بودید به 7 کیلومتر. برای زدن موچوی سپوتنیک. دروغ است. خطایی ها به شما باور نکرده، خودشون آمده پاسبانی کرده بودن. درست است؟ پیشکی میگم پرهیزیت هایتان را تیار کنید. وقتی اون رسیده است که یا به یک خلاصه میبینید که بس از نوجوان مردی، بس از به ملت ظلم کردن، بس از ملت را سرسان کردن، یا اینکه اگر این خلاصه رو نبرآوردید، مضمون برعکسش همین است که خودتون پیام میدهید که وقتی جنازه شما رو خواندن آمده است. من شوخی نمیکنم. دوست نمیدارم از روی احساسات هم گپ بزنم. دوست نمیدارم با دروغ تهدیدتان بکنم. دوست نمیدارم غیر واقعی حرفتان بزنم. دوست نمیدارم با تهمت، یعنی با دروغ تهمتتان بکنم. کاری نکرده تان را کرد بگویم. حرفی زدیم تا به همین روز گروهی کاری ما زد. ما همیشه واقعیت را پیگیری کردیم. بسیاری از واقعیت ها بودن که از گفتنش پرهیز کردیم، چون که بسیاری از واقعیت های هم هستند که نمی شود آنها را رسانه‌ای کرد. گفت هرچند می توانی خالی سیاسی بگیری، به شرط وطن را، ملت را، مرز و بوم را
صرف نظر کنی. تنها به خاطر خال سیاسی گرفتن گپ‌های گفتنی زیاد است. واقعیت‌هایی که پیش روی دست ما هستند خیلی زیاد هستند. لیکن گفته نمی شود. اما از جایی که قانون برای ما اجازت می دهد، قانون‌های بین المللی برای ما اجازت می دهد و توانی آن را برای عملی کردن آن جسم و جانمان توان دارد، ما همین خیلی تو توانیم از پایش خواهیم بود. یگان چیز پیش روی ما را گرفته نمیتونه. تو نکشیدم از این راه بر نمیگردم، چون که میدونم حقیقت با من است. حقیقت با آن نفرانی که با من همسنگر هستند. شما ظالم، شما نوجوان مرد، شما دوست، شما غارتگر، شما بندیت، ما چی کردیم؟ چی کردیم به شما بغیر از اینکه گفتیم حقم را بده؟ یک کس این چگونه حکومت داری بوده است که یک کس بگفت حقم را بده، به حق هم ظلم نکن، شما میخواستید او را زندانش میکردید، سربگریزش میکردید، تهدیدش میکردید، خانه‌اش را، مال ملکش را کشیده میگرفتید. این چگونه حکومت داری بوده است؟ شما حکومت دارید یا بندید؟ کیید شما؟ کیید شما؟ حالا یک نفر با نام حسین وارد شدند، حرفایشان را گوش میکنیم. بفرمایید. برآمدند. هر کس میتواند وارد برنامه شود. حالا ما سرگپی کردیم، هرچی گفتنی هست در دوام برنامه میگوییم انشالله. دوستانی که میخواهند گپ زنند، سخنرانی کنند، مرحمت مدیراتور ها لینک استریمیارد رو مانید، لینک استریم رو مانید تا اینکه توسط آن وارد استوده شوند. دیگه دوستانی که میخواهید به واتساپ زنگ زنید، این رقم واتساپ است. رقم واتساپ علامت جمع 43 681 81 91 98 02. میتوانید زنگ بزنید، میتوانید توسط لینک واردی برنامه شوید. و تا زنگ زدن دوستان یک اعلان دارم. کسانی که از عهده منتج میبرید، کسایی که هم زکات دارم هم کادر، میتونید مجریگی کنید، میتونید برنامه برید، مهارت ژورنالیستی دارید، میخواهید در پهلوی ما باشید، حتما به من تماس بگیرید، حتما صحبت خواهیم کرد. و کسایی که هنری ویرایشی دارند، زبان تاجیکشان خوب است، میخواهید افشا نشوید اما میخواهید تنها در ویرایشگری به ما کمک کردگی باشید، لطفا به من تماس گیرید. میتوانید به همین رقم هم نوشته مانید، من که فرصت شد این رقم رو فعال کردم میبینم نوشته های شما رو و به شما جواب میگردونم. کسانی که هنری ویرایشگری یعنی هنری ریداکتوری دارید، متن رو ویرایش کرده یعنی ریداکتی روایت کرده میتونید، زبان تاجیکتون خوب است، زبان روسیتون خوب است، به من نویسید. میخواهید افشا نشوید، همینجا برایتان وعده میدهم، عهد میکنم که شما افشا نخواهید شد. میتوانید مرا به من خودتون رو شناس نکنید با یگان نام مستعار
با یگان ایمیل مستعار به من به تماس برایید و می توانیم حتی بدون شناسایی. برای من مهم است که یا برای کمانده ما، برای کمانده پیام تیوی مهم است که شما از عهده کار برایید، کار را اجرا کنید. برای ما کی بودن شما، چی بودن شما، در کجا بودن شما، در آمریکا هستید، در تاجیکستان هستید، در روسیه هستید، فرق ندارد. با ما تماس گیرید. با ما یک نه چندین نفر ویرایشگر هم بر زبان روسی هم به زبان تاجیکی لازم است. اگر از عهده نوشتن سناریو میبرید با ما تماس گیرید. نامتون به ما لازم نیست، حتی کارگری دولت هم باشید. برای ما نام نسبتون لازم نیست، تنها کاربردکن باشید. تمام ما میبینیم متریالی که شما آماده کردگی هستید آن را استفاده کرده می شود. تمام همین قدرش برای ما مهم است. حتما تماس بگیرید، به ما نویسید دوستان عزیز، حتما همکاری خواهیم کرد. از این به بعد یکی شما را هر کس هر چی کار میتوند بکند از عهده‌اش میبراید، اون هنر رو دارد. به من نه نامتون لازم است، نه نسبتون لازم است، نه صورتتون، نه سیمایتون، یگان چیزتون لازم نیست. میتونید با نام مستعار حتی توسط ایمیل به من در مکاتبه باشید و میتوانید سناریوها، میتوانید مطلب ها، میتوانید مقاله ها پیشنهاد کنید. هم در سایت پیام میگذاریم، هم از اون مطلب های شما برای ویدیو استفاده خواهیم کرد. شاهین بفرمایید. سلام علیکم آقای شوکت. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای شوکت همه مقام قوتلو هم ما را جزیر کرده. همه روز 4-5 روز پیش همه اویلام خریگاه زدم اونا برای منو همه توریستون را چی هست میگه چی نیست میگه هم میره میگه بیزار شده همه توریستون هیچ چی نداره میگه بره میگه خوب کنه بره کودکوژه تمام شده جوی کار نیست وابشه فقط ظلم 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 این کلمات خلق هم مدى ظلم کرده. بله سگ بچه هاش هم ظلم میکنن، فقط ظلم کجای میره همین ظلم کدام اداره نره ظلم میبینی. بله پسوس برین ظلم میکنن. توریستون میره پاسپورت بگیری ظلم ایست دستموزه اوش دستموزه گفته سنت شما چی سنت داری گفته پیش میکنن ملت پرستی میکنن. گفتم که چند ملت پرست و ملتگراهایی که بسیار جوانان دیندار را به عرب زدگی متهمشون میکنن، برون پابوسی همون عرب های دوره جاهلیت باشن. همون 1400 سال 450 سال پیش بودگی دوره جاهلیت، عرب های دوره جاهلیت رو جوانمردی و ناموسشان رو همین ها ندارن. آنها جوانمرد نمیرسیدن، بازان تهدید نمیکردن، درباره زن گپ زده نمیشد، مرد به مرد گپش رو گفته میشونید. یا پلاناتو در بودکو در ظلم میکنم. در تاریخ تاجیکیت اینها تاجیک نبودن خودشون را از کجا ثابت کردن؟ در تاریخ تاجیکیت، در تاریخ تاجیک این گونه نوجوانمردی که اینها کرده ایستادند در تاریخ ثبت می شود که توسط دختر، توسط مادر، توسط خواهر، توسط زن تهدید می شود. زنها را اسیر میگیرند، کمپرها را اسیر میگیرند، دخترها را اسیر میگیرند، مادرها را اسیر میگیرند. این در تاریخ این نوجوانان نوشته میشوند و همین را تاریخ تاجیک یاد نداشت. انا همین نوجوان مردی را، انا همین طبقی لعنت، همین طبقی ننگ برایشان بس است برادر عزیز. بله من مسکو آدم همین توجیکو خودمو دیده همین مسکو اون میرون کار میکنه میگه هم مسکو همین میلیسوش غم میترس همین چیز میکنه ده وطن تون بره میگه وطن بره خیلی میکنه غم بره میگه مسکو برین کار کنه چی جده میگه میگه جای کار یفته تبگیه. بله تشکر زیاد برادر عزیز، سلامت باشید.
زحمت دارم تشکر برنامه‌تون رو پیش بردن گیریم فقط برنامه شما رو تماشا میکنیم بهره زنده میبریم زنده باشید. تشکر زیاد. مبارز بفرمایید. زحمت سلامت باشید. مبارز بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادر الاسلام. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امیدوارم اکرم و خوبی. زنده باشید. خدا شما راضی باشه. بیشتر بسیار سخنه خوب قید کردین. یکی افسوس که گوشی در کار که سخنه شما را بشنوم نیست. خیلی گوش مردم ما در یک چیز عادت شدگی میبروین رنگ یک تلسریال تماشا میکنن. ولی ما شب روز خدا را زارا میکنیم که 10 نفر 12 نفر با مثل شما چهره شناخته موندگی که الله را شب روز در نماز دعا میکنیم که خدا همه را بلوی سر ما دور نکنیم و دیگه مردمی در تاجیکستان موندگی که همش بخدا چکوس. ما همین چیزا واقعیت میگم. همش پتخلیم رحمانوف. کسی که با مثل شما شرمت مرده وطن بیرون گپ زیسته او هیچ کس دیگه بوی وطن نمیبره. ما او دیگه هیچ امیدی ندارم. امیدی من فقط در شما هست. یکی هم نگاه میکنیم مردم مرده ما را هیچ زنده که نشید. با چی را نگاه میکنن؟ تمام دزدی رحمانوف گفتنشون، تمام جنایتشون آشکار کردن. من دیگه نمیفهم واقعا که مردم با چی را انتظار از شما میخوان که شما پیش بدروین برای رحمانوف قمچین شب کنین دفش کنین بعد یا بیان کتگی کنن. آخی نمیشه و یک خیلی شما اینجا مردمی ما خواه در حقیقت خواه. ما ایگاه وقت فکر میکنم ایگاه جان خیشون قربانی میکنه اگر تا روز قیامت سور یکم نه تا سور دیم اگر شما دعوت کنین که بالاخره مردم ما مثل خاک مرده دیگه اصیل نداره. در مسکو عذابشون میتن در یگان دولت دنیا فقط ما در عذابیم که ایرو میگردن پیشوای معظم ملت. خدا بزنه بوتی پیشواتونه بس کنین پیشوا پرستیتونه. بیاین واقعیت ببروین در برنامه مردکا بستید. یارم جان شیرینه برای یارم حیات شیرینه آخی یارم میفره زندگی یارم. یکی یا به خاطر پیشروی شما کردستن شما گوشاتون کره که خوابین در خونتون میبروین یا تماشا میکنه وقتون خش میکنه میبروین میره در همین قصال دعوت شما حتی لایک موندن ای مردم ما یاد نگرفت پدلیت کردن یاد نگرفت کامنتر یا نویستن در ترس داره. پس کجا موقعی رحمانوفی پدر سگ مبارزه میبریم با این مردمی خوبولو. حالا دوستان عزیز وقتی یک کاری یعنی متشکلانه کردن آمده است خب کنیم هم گرگ خورد هم دهانش خون نخورد هم دهانش خون. گروهی متشکل جنایی میگه نه ما گروهی متشکل خواهیم ساخت که جنایتکاران را از بین خواهد برد. بسر جنایتکاران راست خواهد ایستاد. برای همین برادران عزیز گرامی حالا نزدیک به 700 نفر ما را تماشا میکنید. مرا گوش کنید. نه نامتون برای من لازم است نه نسبتون لازم است اما میدونم در بین شمایان نفرانی هستند که فیلم ساخته میتوانند. نفرانی هستند که زبان تاجیکیشان خوب است مکتب را دانشگاه را خوب خواندگی هستید میتونید متن را ویرایش کنید یعنی ریداکتی روایت کنید میتونید سیناریا بنویسید نویسید اگر یگان چی موندگی باشد باز تحریرش میکنیم. کسانی که از عهده محرری میبرید مرحمت مراجعت کنید بیاید یک کمانده 100 نفره 150 نفره میسازیم انشالله از پی کار میشیم. یک به طرز ولانتیوری باشد به طرز فدایی باشد. هر کسی هست نه باز میگم نه نامتون نه نسبتون نه رقم تلفنتون یگان چیزی لازم نیست. یک همین خیل با یک نام غیر با یگان چیزی با یگان اشاره به رقم باشد با یگان چیز باشد یک ایمیل سازید. ایمیل الکترونی پشته توسط همین میتوانید به من متریال گوشل کنید مطلب گوشل کنید سیناریا گوشل کنید فیلم های آماده شده گوشل کنید یا که میتونید یک تلگرام با نام دیگر با سیکریتی نامر ترتیب دیگه توسط تلگرام تا 2 گیگابایت مثلا گریم ویدیو فرستاده می شود تا 2 گیگابایت مثلا گریم اودیو فرستاده می شود.
اگر پولکی باشد از 4 گیگابایت زیاد باز راههایش هست. با برنامه‌های ترانسفری هست. با برنامه‌های ترانسفری از 5 گیگابایت تا 10 گیگابایت فرستاده می شود و این نشد دوستان عزیز. حتی راه‌های دیگرش هم هست که نه واتساپ برای شما لازم میشد، نه وایبر، نه این فیسبوک یا نه این مسنجرها. راه‌های دیگری مکاتبه و معامله هست که حتما کرده میتوانیم و یگان پشه از کردار شما با خبر شده نمیتواند. حالا بله حالا رحمت پسر جان برنامه های موجود است که می شود به تمام تاجیکستانیان کار گرفت، کار کرد. استاد معلمان مکتب، کسانی که معلمی مکتب هستید، معلمان زبان ادبیات، بیکار خور رفتید، بیکار ششتید، به سرتان یگان ایده می بیاید، به سرتان یگان فکر می بیاید، اندیشه می بیاید برای سرنگون کردن همین حکومت ظالم. مرحمت به من نویسید. هر یک حرف شما نور چشم خواهد شد. هر کسی که این چیزها رو نوشته نمیتوند ایده داده میتوند، یعنی خیلی کار کردن ممکن، یعنی ایده بجا باشد، هم تو ایده های فکری هر دم خیالی نباشد. ایده های باشد که علمان مثلا تحقیق شده باشد و یعنی تحقیقات ها داشتگی باشد. اگر مبادا اگر حق خدمت طلب کنید، من یک خورجینی گدایی میگیرم به کتفم میطلبم در همین اروپا، حقتان رو میفرستم انشالله. به حق هم نمیمونید اگر حق طلب کنید، کسایی که به سر کار میبیایید. و وگرنه هر یک نفر نوبت خودش رو پایده میسد. مگر کسانی که اینجا برادر یک چیزی مهم گفتن، کسانی که خاموش ایستادید و البته که همین جبر و ظلم و ستم را در وجود خودتان احساس کرده ایستادید، در پوست بدن خودتان احساس کرده ایستادید، فقط کم، یعنی آهسته تدریجاً خود را به کشتن دادگی هستید و مرگ خود را انتظار هستید. همین خیل آهسته عذاب کشیده مرید، مایلش سخت عذاب نکشید شد، به همین راضی شدگی هستید. این راهی حل نیست دوستان عزیز. شما سزاوار به این هستید که تدریجاً شما را زجر نکنند، تدریجاً شما را عذاب ندهند، تدریجاً شما را ظلم کرده نکشند. حالا تمامی اهالی تاجیکستان به همین احوال گرفتار است، یعنی به مرگ تدریجی دچار است. بدترین مرگ، با کلفتترین مرگ، پرمشقترین مرگ این مرگ تدریجی است. به یک باره نمیمیری، آهسته تو را میکشند. بیایی روسیه مهاجر میشوی، در ساختمان اول ریماتیزم میشی، پات درد میکند، بعد میونت درد میکند، بعد گردنت سر میخیزه، شخ شده موندگی است، جمونده نمیتونی، بعد دست ها از کار میرود، چند انگشتت از کار موندگی خاموش است، چند تاش حس نمیکند، چند انگشتانت بجیر کرده میستد، کار نمیکند، بعد گرده را از دست میدهی، بعد جگر را از دست میدهی، بعد روده را از دست میدهی، بعد گم روی میشوی، به صد درد میپیچی، بعد شوش را از دست میدهی. انا میخیل تدریجاً میمیری. بین همین روز همین حکومت رو گرفتار کرده است. مرگ تدریجی، عذاب کشیده به صد درد پیچیده میمیری. از این دیده رنج دادن، از این دیده عذاب دادن، از این دیده مشقت دادن وجود ندارد. ما را این حکومت، ما را این رژیم به مرگی تدریجی دچار کرده است. ما را آهسته میکشند. ما اگر به همین راضی هستیم، اگر به یک بارگی جان ما سخت درد نمی کند، ولی بدانید که امروز پا از کار مانده ایستاده است، فردا پای دیگر، پس فردا دل گرده، جگر، روز دیگرش میان، چشم. در اکثریت مهاجر دندان نمانده است. دندان ها ریخته رفتند.
نیمی از مهاجر اونها مردم تهجویی درست عادت کردند در اکثریت منطقه های روسیه آبی نفت آمیخته میخورند، مردم دندان ها ریخته میروند، شش ها در جایش آهسته آهسته میپوسند. من مردم به چه روز مانده است؟ به بیمارخانه میرود فلان پول، استراخوفکا نداری، پرپسکا نداری، به بیمارخانه رفته نمیتونی. به یک درد دندان به مردن راضی میشوی در مهاجرت. به یک درد دندان به مردن راضی میشوی. به مرگ تدریجی، به آهسته آهسته کشتن آورده رساندگی ما را. ما به همین راضی شدگی هستیم. نه گپ نزنم بیا. یعنی سختتر درد را حس کردن نمیخواهی، آهسته آهسته بمیری راضی هستی. یافتگی تاجیک امروز به دارو تمام شده ایستاده است. یافتگی تاجیک امروز به میلیسه بازی، به پروکراتوره بازی، به پاردهی، به سپراوکا بازی، به دکومنت بازی تمام شده ایستاده است. دروغ میکنن، یک تاجیک را یا مترکش را دیگر حرف میکنن یا پاسپورتش را دیگر حرف میکنن. 3 بار 4 بار از روسیه به تاجیکستان برگشته سفر میکند. رو بیا رو بیا رو بیا. میگفتم اینها کورسواد هستند، بیسواد هستند. اینا محض میکنن تا اینکه تو را عذاب داده بکشندت. هرگز پول یابی لطه نیابی، لطه یابی پول نیابی. اینها تو را به همین وادار میکنن. یک سوم یافتمی دکمنت درست کرده نداکر. دکمنت رو میبینی چند خطا دارد. این خطا رو در کجا درست میکنی؟ در تاجیکستان. باید به تاجیکستان پرواز کنی. رفت آمد چند پول است؟ پول یافتگی رو با آن صرف میکنی، با 2 دست رو به بینیت خسته میبیایی. این مضمونش چی است؟ این مضمونش همین است که در حالت گدایی، در حالت نیازمندی، در حالت دستخالگی، کیسه خالگی نگاه داشتنی مردم کیسه خالی، مردم نیازمند در قصه وزارت معارف، در قصه معارف، در قصه تربیه و تعلیم و پیشرفت علم و تکنیک نمی شود. فقط فکرش این است که چی یابد، یک برده نون یابد بخورد که به گرسنگی نمیرد. فقط به امید فردا روز رو پگاه را بس فردا کرده رفتن میگیرد که شاید این سال نشد سال آینده به روی آب براید. منم یک روزی نیکی میدیدگیستم گفته رفتم میگیرد. اما او در سری حکومت بدگی ها به این سری روزی نیکی نشان نمیدهند هرگز. چون این روزی نیکی دید حتما به سری این ظالمان میبیاید. 10 میلیون اهالی را انا به همین حالت نگاه میدارند. 10 میلیون اهالی تاجیکستان به انا همین حالت است. بزک نمور وقتی بهار میرسد. انا همین خیل گویان رفته ایستاده از تاجیک. محمود شریفov بفرمایید. محمود شریفov هستید؟ محمود شریفov خیلی که اینترنت سوسته چی؟ خود من گشته بود یک دیگه در دفعه دیگه میدارم. بفرمایید. صداتون هست، خوب است، بفرمایید. میشه آوازم رفته ایستاده است؟ هست، آوازتون هست، بفرمایید. باز یک بار دیگه السلام علیکم رحمت الله برکات شبکه جان. باور کنید در این گفتگوی شما حق است. انا سال 37 در تاجیکستان شروع شدگی. کسی اگر همین تاریخی
دوره استالین رو یادش باشد، همین سال 37 تمام قشری روشن فکرای نابود ساخت. همین سر لوچ و پول لوچ آمدن، صاحب حکومت شدن و از بین تمام اینتلیجنسی متاسفانه برآمدن و بیرون شدن. خب تا وارد شدن محمود شریپوف، صبر جمیل گفتگی نفر بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر شوکت الله مهربان شما راضی باشه و برادر در این غم و اندوهی که در خاندان شما آمده است، اولا مادر محترمه را صبر جمیل خواهانیم، بعدا شما را برادر مهربان. این حکومت ظالم همیشه با شما بسیار خوبتر میدونه در این راه هسته. این بدبخت و یگان انسان رحم نمیکنه. همین گفتنی هستیم که برادر راه افتاده نشوه انشاءالله که این ظالما، این بدبختا، این خانه سوزا به سزای خود میرسند. خیلی که گفتید برادر نه به سیاست کار داشت برادر شما، نه به حکومت. بدبخت به خاطر ضربه زدن در عائله شما، علل خصوص به مادر محترمه، این بدبختی را کرد. الله مهربان برادر از صبر جمیل عطا که در زندان، خداوند ساخت سلامت به آزادی برادر. سلامت باشی برادر جان. زنده باشید. تشکر زیاد. محمود شریپوف بفرمایید. محمود شریپوف بفرمایید. الو. من شما رو قبول کردم، بفرمایید. سلام علیکم رحمت الله و برکاته برادر عزیز. و علیکم السلام و رحمت الله. سیاست سوست است برادر، من دفعه دیگه میدارم. نه گپ زدن گیرید. گپ زدن گیرید. هست صدایتون همش هست. خوب. بسیار خوب. حالا ببینید و گفتیم کسانی که انتظار هستید نه بیا همین سرم در بلا نمونا میگید و خودتون حقیب کشی میکنید. حالا من دیدم در یک سفری 10 روزه بودم و چندی از مهاجران و چندی از پناهندگان روبرو شدم که واقعا به همین خلاص آمدن. چند نفرشان بیا سرم در بلا نزنیم، اونجا خواهرم زنا میکنم گفته ایستادن، به خواهرم تهدید دارن گفته ایستادن در پیش چشمت لوچ میکنیم. اوی برادر، وقتی که شما به این حرفا باور میکنید، شما نمیخواید سرطان رو در بلا مانید، بدونید که سرطان در بلا هست. حالت آسیب پذیری خواهرتان تا به همین حالت آمده رسیده است این تهدید به شما است. البته این تهدید در شما وجود دارد. از این وقتی که از این تهدید میخواید خودتون رو کنار گیرید، این کنار گرفتن نیست، در ان همین حالت آسیب پذیری خود را نگاه داشتن است. مگر نمیفهمید؟ در ان همین حالت آسیب پذیری تا کی همین حکومت خواهد شما را نگاه داشتن است. شما در همین حالت آسیب پذیری خود را نگاه می‌دارید. شبم روزم در حالت استرس، در حالت دپرسی هستید. خیلی یک کاری کردن در کار، در این از این حالت خود را نجات دادن در کار. این حالت ناموس است. این حالت ننگ است. از این بیننگی، از این بیناموسی، از این آسیب پذیری خود را نجات دادن در کار. مرد نباید در این حالت آسیب پذیری خودش را نگه دارد، حتی همین روز رو به پگاه نمان. مردی، جوان مردی، حتی همین روز رو به پگاه نمان. اوی مخالفین، صدای مرا میشنوید، چند تد به همین شعار هستی. اوی پناهندگان که اومدی میگوی شوخی نکن، در اونجا خواهرم است، در اونجا مادرم است. به همین حالت آسیب پذیری تن دادی، به همین حالت بیننگی تن دادی. هر فرض کرده بگذار بسیار خوب، کی خلاص میشی؟ چه خیل خلاص میشی؟ همه خیل جیمی سودن؟ کی پول در کار شد؟
هم تو خواهرت به اکران رست میکنن تو دل لرزک میشی گفتگیش اجرا میکنی گپ نزن گفت گپ نمیزنی پول فرستون گفت پول میفرستونی دلار فرستون گفت از همه روسی میفرستونی ها لب دوختگی هیچ کار نکردی تو همش صد است تو کی خودت در همین حالت نگاه میداری یعنی همین روز به مبارزه نخستی همین روز به مبارزه نخستی انا همین روز دیر کردی فردا نخستی فردا دیر کردی اوی کسایی که میگید خواهر من این خیل میکند دودر من این خیل میکند چنین شما دودردار و خواهردار نیست دودردار و خواهردار و مادردار و دختردار و زندار نیست چنین شما فقط شما زن دارید و دختر دارید در تاجیکستان همه دارد زن و بچگی همه اسیر است تا کی ما اسیر نگاه می‌داریم فرزند و زن و خاندانمان را تا کی خانه‌مان را به اینها پرتوفته آمدن میگیریم ظلم زیاد شد اینها اکثریت همون ظلم ستمشون در تاجیکستان مسئله صدر حجاب ریش این چیزها همه سنی است اوی دوستان صدر حجاب یگان پیشرفت کشور نمیدارد مسئله لباس بیگانه اینها چیکار دارد همش لباس بیگانه که همش سرلوچ و کنلوچ اینا فرهنگ چی میدوند به فرهنگ تاجیکی چی فشار میبیارد تا اینکه شما پرتافته بیایید تاجیکستان را حکومت داریشان آسان شود دزدیشان آسان شود غارتشان آسان شود همین است دیگه پس ما چیکار کردن آمده در کار تاجیکستان پتفده آمدی با اینجا خاموش نه آخیر از این حالت بیننگی از این حالت بیناموسی از این حالتی که ما پیشه کردگی هستیم چی گفتم ممکن است یعنی از این بروز مردن بهتر در رگ و پای خون ره میگردد یا نه از این روز بمیریم بهتر است بمیریم مگر در سر دار بمیریم جوان مردانه بمیریم بزییم اگر جوان مردانه بزییم حقمان را گفته شنیده بزییم حقمان را به کسی نداده بزییم هرچی رو بگیرد هرچی رو بخورد بدزدد غارت کند کردن گیرد زنده مانم شد یک بار به خود بیا بچه های جوان مرد یک بار به خود بیا که همون حرفایی که در مینه سرت چرخ میزند حرفای ترسویانه ایده های ترسویانه یک بار خودت را از همون حالت بیرون کرده فکر کن که یک نفری در بدنش نمی بوده به همین راضی می شود یا نه چیکار کرده ایستاده است در مهاجرت این حکومت به شما چیکار کرده ایستاده است گویا هیچ کار اما جگرت را خورده ایستاده است گردت را خورده ایستاده است رودت را خورده ایستاده است خام تو را پارچه به پارچه گوشتی بدنت را خورده ایستاده است با چشم بینا میبیایی روسیه از روسیه میری با اچکی همتونه با گوشی کر با سری کل با دندان ریختگی با لیلک های تبر و تیشه و اره و
اینها بریدگی. این چی است؟ اینه تو؟ با همین خاموشیت پارچه پارچه گوشتی بدنت را به خوردن دادگی، به همین ظالمان، به همین وحشی ها، به همین خونخوارها. راضی هستی؟ گوشتی بدنت را کنده 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 آیسته بخورد تا مردنت، اما صدایت نبراید. اما صدایت نبراید. دینت از کار ماند، جگرت از کار ماند، رودهت از کار ماند، شوشت از کار ماند، گمرای شدی، چولاق شدی، یک دسته شدی، یک چشمه شدی، بیدندان شدی، بیگوش شدی، کر شدی، فرق ندارد. یک روز میری تختچه لحظه میگزی، زیر خاک میشی. تمام. انا همین رو میگن مردن تدریجی، مرگ تدریجی یا کشتن تدریجی. دشمن اگر بخواهد تو به آسانی نمیری. دشمنت اگر بخواهد همین از مردن تو لذت برد، تو را به یک بارگی نمیکشد. آهسته 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 میکشدت. انا همین روز، انا همین رژیم 10 میلیون اهالی کشور را به همین کشتن تدریجی داده است. کشته ایست داده است. کشته. با حق نداری از این دردها صدا بلند کنی. درد کرد بگویی. جانم درد کرد بگویی. حق نداری. باز اگر صدا بلند کردی، خیش و تبارت، اهل و عیالت در تگی بلا میماند. اسیر میگیرن. خانه جایت رو میگیرن. حالا میدونید همین روز به سر خویشاوندان من چی بلاهای آمده است. ای کسانی که این من اگر گپ زنم این خیلی میشه در تاجیکستان. ای مرد شب تو به همین روز 3-4 تقای بچه‌ام رو بردن، پولهایشان رو گرفتن، تابع تضرر کنوندن، عفو کنوندن، سرشون دادن. به خاطر اون که گفتن به شوکت لایک مونده است. با ما تماس دارن نام میشنوید همین خیل هر گرد چور. خانه دادرم رو کانفیسکات کردن، به خانه مادرم قلف زدن رفته. ای خانه دارا، چه شما خانه دار نیست در تاجیکستان؟ خیریت در کجا چی داشتنی من رو نمیدونم. میمیرد میکوبید نمیوبید. میدونستم این خیلی هنرهای شما رو که چی کار میکنید. چنین شما ای کسانی که خاموش ایستاده اید، چنین شما خاندار، جادار، مادردار، دختردار، خواهردار، زندار نیست؟ خیزه دکن. خیزه دکن. حق قانونی خودتون، حق شهروندی خودتون رو طلب کنید. این گونه خودتون رو به مرگ تدریجی ندهید. وطن بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر چال داری سوزی نقلی تینجی خوبی. تشکر به شما. زنده باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. برادر اگر خوب زدی باور کن گوش دارم. بچه 135 سالم باور کن اشک چشم میریزم.
گفتی کو آدما را وایسا میکشن کو ای کشتنشون لذت میبرن. همین روز و ساعت در تاجیکستان هم کار هست اکن، همین کار در همه تاجیکستان هست. همین گپ شما گفتی کو یک آدمای ما خبر ندارن که در دنیا چی گپه. این نمیجا زنگ میزنی میفهمونی میگوشون باز کار خشم میکنن. میگه وطن تنجای بچم کار نباشه ایتا نکن اوتا نکن. فقط گپشون همین اکای شوکت چیکارش کنیم آدمای کلانسال. وطن تینجای گفتگی بیچاره ژورنالیست دلیر امام علی بود. ولی امروز هم رو گوش کردم. بعد کی بود؟ پیر محمد زاده رو گوش کردم. باور کن. وطن نمیدونم دیگه باور کنی چی گفتم مکه شوکت نمیدونم باور میکنی این گپاش ما رو گوش دارم نمیدونم چی گپ زنم گیجا سرش کنیم چی بگم. من خودم مکه در شهر دوشنبه زندگی میکنم. ای بدخشان من خودم در دوشنبه زندگی میکنم. میرم میوندم مسکو کار میکنم. دوشنبه میرم میوندم تاجیکستان. همین ایرپورت نزدیک در کار میکنم. خانه پیش ایرپورت. 2 ساعت 3 ساعت پس ایرپورت محکمه راه محکم کیای فلانی میگذرد بسمدانی میگذرد این میگذره اون میگذرد نبیرش میگذرد دخترش میگذره ایش میگذره اوش میگذره. داج آدما رو نمیمونن بگذارن. آدما پیش خود کو پیش خود است بیتفر نمیمونن بگذارن آدما. ام صورت مقطع جنگ کردم. گفتم تو خودت کی کارا میکنی؟ گفت من تو بگذار بچه‌ها نگذارن. گفتم برای چی؟ من میگم تو بگذار تمام بچه‌ها نگذارن. این اکا دیدی؟ ولی آدم خبر نیست ایرپورت کی میبره راه محکم داج آدما نمیگذارن. ممکن نیست میگم. مرا دوستان عزیز مراجعت کردیم ملکه چند کس جواب دادن. سلام علیکم وقتون شد یک بار علاقه برای شوکت جان. ای تاجیکستان بله من استاد دانشگاه هستم. در فکولته فیلولوژی درس میگویم. بسیار خوب در تماس میشویم. شور شدن چی سولوشن؟ گفتن یعنی میخوان همکاری کنن. یک نفر فرستاده است همت نوشته است مانتاژنیک. بسیار خوب مانتاژنیک. انشالله در تماس میشیم. یک آدم من بوده کو کانکان باش ما صحبت میکنه. خیلی گفت پناهی صحبت کنه با نقطه دیگه با واتساپ با فارسی نوشته است السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. متخصص زبان فارسی لازم نیست. لازم است برادر. حتما می نویسم تون. مالک شفقت خدا نگهبانتون. زنده باشید. زنده باشید. تشکر زیاد. شجاعت عدی بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. بلندتر گپ زنید. برادر عزیز شما سازید؟ صدایتون من سازم و صدای شما پست است. آوازم رفته ایستاده است. بی نهایت صدایتون پست است دوستان. بسم الله الرحمن الرحیم. برادر عزیز شما نازید؟ آواز رفته ایستاده. دوستان صدای همین نفر رو شما میشنوید؟ من نشنیده شدم. الله شوکت جان صدایتون میآید بی نهایت پس است. به شما خوب میاد تماشا بینان یک بار در چت نویسید لطفا که صدای همین نفر رو شنیده شده باشید. تمام صدا پس مردم صدای شما رو پس گفته شده است. برادر صدایتون هست لیکن پس است. خیلیش میکنین. خوب یک نفر دیگر نوشته است وقتون شد یک بار علاقه برای شوکت اکا. خوب میبریم. حتما میبریم در علاقه. منه میشده است کو مردم آمادگی همکاری کرده شده است.
دوستان میتونید ننویسید و با واتساپ زنگ بزنید تا میشود. زنگ زنید خوبترش. میگفته که گپتون رو لیکن کسانی که فقط به خاطر همکاری گپ زدنید همین خیلی نویسید تمام. تمام یگان مشکل ندارد. من رقم شما رو افشا نمیکنم. یگان جیمیل است، یگان ایمیل است، توسط همان یگان واسطه های دیگر است. انشاءالله در تماس میشیم. و چند نفر صدا گوشی کردید. من اینجا صدای شما رو مونده نمیتونم. میمونم لیکن صدای شما در افیر میرود. برای همین تماشاگران عزیز بعد صدا فرستادنی باشید، بعد از برنامه فرستانید. من متاسفانه اینجا صدای شما رو مونده نمیتونم. فقط میتونید زنگ زنید، گپ زنید. خب انا همین طور است. دوستان عزیز یک کمتر خرسند هم شدم که اینجا چند نفر تقریبا 6-7 نفر علاقه آمادگی به همکاری کردند. اظهار آمادگی به همکاری کردند. اشاره کردن علاقه از اشاره ها معلوم است. و همین خیلی انشاءالله که کوشش میکنیم، غیرت میکنیم که نابوده نگوییم، ناشده نگوییم، ناکرده رو نگوییم، فقط از واقعیت گپ زنیم، حقیقت رو روی آب براریم، عدالت رو طلب کنیم، به ظالمان بس گفتن رو یاد بگیریم. من باوری دارم در یک مکتب 60 معلم باشد، تقریبا 30 نفرش برای همکاری با ما راضی است. باور دارم همه راهاش رو میکویم، میجوییم، میابیم انشاءالله. در یک مکتب اگر 60 معلم باشد مینیمم 50 نفرش از این حکومت راضی نیست. مینیمم 50 نفر، اگر 60-70 نفر، مینیمم 50%. گویم اگر مینیمم 30 نفر گویم یعنی 50%. شاید 60-70% باشد، شاید 80-90% باشد. کی از همین حکومت راضی میشه؟ راههایش رو پیدا میکنیم، میابیم، همکاری رو سر میکنیم. در دانشگاه ها، در کالج ها، در آموزشگاه ها، تاکسیستای کسی باشی نباشی، در تاکسی کار میکنی، این فرماسه رو بگیر بفرستان. همگی دست به دست هم، کتف به کتفی هم با پا میخیزیم، برای سرنگونی این حکومت کوشش میکنیم، غیرت میکنیم. سرنگونی، بله، سرنگونی شما حکومتداران، به استعفا رفتن شما حکومتداران. باید عقلتان کار کند، به خود بیایید، خودتون یگان چاره خودتون رو ببینید. ندیدید ما ببینیم. این تهدید نیست. گفت روسا پردوپریجدنی هم نیست، یک عملی شدنی است. از این جای گریز ندارید. نه تهدید است، نه پردوپریجدنی است. یعنی آگاه کردن هم نیستین. یک خبر دادن از عملی شدنی است. یگان جای گریز ندارید. بیگزور میتونه شما این سفسطه گفته شده است، گفته خودتون به خودتون دل بدهید، خودتون رو آرام کنید، کار خواهید کنید. من یک نفر نوشته است که سلام علیکم، من نیز تیار برای همکاری. تشکر برادر عزیز، سلامت باش. حتما با همه شما تماس میگیرم. حتما کسی خواه امنیتی باشی، خواه از پلیس باشی، فرق نداره، خواه از شستای عدل باشی، برو به تماس، همکاری میکنیم انشاءالله. که من میدونم که اگر مادر به خطا نباشی، اگر پدر ندیده نباشی، مهر مادر ندیده نباشی،
تو رو در شیستو عدل به کار نمیگیرن، تو رو به عملیات به کار نمیگیرن. ما این رو میدونیم. خیر در مقامات پلیس هستن نفرانی خیلی به انصاف خیلی زیاد هستن. اگر خراکتری بوزی نداشتگی باشی، مادر چیست، مهر مادر چیست، پدر چیست، مهر پدر چیست، به برادر دادر خواهری چیست، اگر تو به این صرف هم روی تو رو به این مقامات ها به کار نمیگیرن. نه به مقامات امنیتی، نه به این مقامات های این چی ها به کار نمیگیرن. حتما باید تو آقی پدر باشی، مادر به خطا باشی، پدر به خطا باشی، مهر پدر و مادر ندیده باشه. اگر یک کم مهر در دلت وجود داشتگی باشه، یک کم دوراندیشی در خصلتت وجود داشته باشد، کمتر دور اندیشه میکنی. نه خود من همین قدر جوان مرد نوجوان مرد باشم میگویی، همین خیلی گپ به سرت میومدگی باشد، تو در این مقامات ها کار کرده نمیتونی. حتما هفت پشتی بر پشتت رو میسنجن، خودت رو از همین سالهای دانشجویی از سنجش میگذرانند، وینشتت نیکت میکنند، بوزت تعیین میکنند، بعد آیسته آیسته از سنجش ها میگذاری به این مقامات، به این مقام ها اومده میرسی. وگرنه نمیتونی. یک کم اگر دوراندیشی داشتگی باشی، یک کم اگر از درباره جوانمردی فکر کردن بتونستگی باشی، میتونی. خیر تو یک آدم مثلا اگر تو درباره جوانمردی میاندیشی، لیکن میروی یک اسیر بنده، یک زندانی لطکوب میکنی و بارزیدی تو خسته مثلا اگر جنگ کردن نمیتوند، دو بینکی در تو بودگی در اون نیست، میری روز لطکوب میکنی، بازداشت شده رو با جانش سیر میکنی و از او اقرار گناه میگیری. با همین را زبانیت رو بلند میکنی. همین در همین جا یکان خیلی جوان مردی وجود دارد، از یک نفس ری بازداشت شده با لطکوب بازدن. یک بار مردی یک فرمه دیگه کن، یک بکش به یک زندانی، یک سر به سر شو. مردی کی نمیتونی. او بوزی چه بدی شده دمین زورت به دست پا بسته میرسد. همین قدری تو دیگر همین قدری با گپ جواب داده نمیتوند. اینو حالی تو رو میخپیم میکشیم، چند تاش نویسته است به من. نوبتی تو هم آماده رسید شده است. اوی مرگ و زندگی در دست خداست. مرگ و زندگی در دست خداست. کشدم خدا میکشد. زنده مونیم همون روز خدا دادگی رو میبینیم. رزق رو هم الله میدهد، مرگ و زندگی هم در دست الله هست. میترسیدم 20 سال پیش از شما میترسیدم، در همون تگ بینیتان بودن میترسیدم، در تگ دستتان بودن میترسیدم. یک ماه چند بار بوده ادینوشکا میزدید منه. در همون روزها میتونستید ترسوندن. میترسیدم همون روزها. ترسیدم؟ نه. یکون چیز از دستتان آمد؟ نه. در یک ماه چند بار به اداره امنیت برده محکم میکردید، به اداره پلیس برده رو محکم میکردید. چند بار خانه ما رو آبس کردگی هستید. چند بار مرا از درهای مسجد زده به ماشین سوار کرده بردگی هستید. ترسیده بودم؟ نه. در سرم روزی
یکم می سال 2003 در سرم تیری خولی پستلت خولی کردید. امام خطیب مسجد در پهلویم نشسته بود، زورش رو ترک کرد، خدا رحمتش کند. امام خطیب مسجد دیهمان، خدا رحمتشون کند، دامولا محمد یوسف. در سرم پاترونی بنگس شد، فکر کردم کشتن مرا. یکی میبینم نفس کشیده شدم، زنده ام. میترسیدم، در همون روزها میترسیدم. حمد مست بودی روز یکم می عید، حمد مستی. میترسیدم، همون روزها میترسیدم. به گپ شما گوش میدادم، همون روزها گوش میدادم. جرم من چی بود؟ همون روزها من به خلاصه آمده بودم که وقتی که یک نفر جرم ندارد، جنایت ندارد، یگان جنایت نکرده است، یگان کاری خطا نکرده است، هر یک قدمش شمردگی از روی قانون است، شما میبرید او را تنها به خاطر اینکه طالب علم است، تنها به خاطر اینکه نماز میخواند، تنها به خاطر اینکه روزه میدارد، شما میبردید زجر و عذابش میکردید. همون روز خلاصم رو من برآورده بودم که دولتداری نباید این گونه باشد که یک کس بی جرم بیاید شکنجه شود، آزادیش زیر سوال برده شود، تنها به خاطر نماز خوان بودن، تنها به خاطر طالب علم بودن، تنها به خاطر قرآن خوان بودن، در یک ماه 3 مرتبه 4 مرتبه بازداشتگاه رود، شبش رو در بازداشتگاه در ابیزیانکه روز کند. هر شب به خودم سوال میدادم جرم من چی است در برابر اینها، این ظالمان. از من یک مخالف ساختید، شما ساختید، خودتون ساختید. از من یک دیگراندیش ساختید، خودتون ساختید. خلاصه بد نسبت خودتون رو در من خودتون به میان آوردید. خودتون. مادرم رو میترسوندید. بعضی وقت مادرم میگفت همین ها بو نکشاندد پسرم، مالش یک کمتر ریشت رو کوتاه کن. وقتی مرا با یک ماشین گرفته بردن، در یک پایم پای افضل هست، در یک پایم پای افضل نیست. مادرم پای لوچ همراه به اداره کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان در ناحیه 8 بردند به شهر کشیدان. مادرم میداند فرزندش را چگونه تربیت کرده است. وقتی سوی من حقارت کردن، دشنام کردن، حقارت های بی‌ادبی کردن، همون کارمندانی مقامات امنیتی، بعد به سوی مادرم گشته گفتن که این چگونه فرزند تربیت کردن است. میمرد یک فرزند را خوب تربیت میکردی. بعد مادرم دید که اینها کی هستند. گفت که این پسری من به سر دختری کی رفت؟ توی کی را رفته ویران کرد؟ چی بی‌ادبی کرد؟ چی بی تعلیمی کرد؟ چی بی ترتیبی کرد؟ کنی گپ زن تو؟ اگر این نمازخوان است، من گفتگی هستم نمازخوان. اگر این روزه‌دار است، من گفتگی هم روزه‌دار. اگر این حرام نمیخورد، من گفتگی هم حرام نخور. اگر این کارهای جرم و جنایت باشد، مرا بر پشت پنجره زندان کن. اگر همین کارهای جنایت باشد، اینها را من فرمودگی هستم. بعد از همون مادرم گفت که اگر هم بر ریشش قیچی زند آقش میکنم، دیگر ریش نمیگردی. انم اینجا هم ریشش رو تراشید آقش میکنم. بعد از همون دیگر یگان بار مادرم نگفته است که
این کار رو نکن. مرگ زندگی در دست خداست. بعد از این چند خیش و تبار خیشوی مادرم آمدن، فقط گپی همین بچه رو گوش میکنی، تو فقط همین بچه داری دیگه بچه نداری، فقط گپی همین حرمت میکنی، همین احترام میکنی، فقط گپی همین رو گوش میکنی. بعد از این یگان تخیش و تبارم به مادرم تاثیر رساندن نتونست. تا همین وقتی که بچهش برش رفته دید این ظالمان چقدر بی‌ادبن، چقدر بی‌تعلیمن، چقدر بی‌تربیه‌اند، چقدر سگدهنند. مادرم میگفت با همینا یگان کار نکنن پسرم، مالش ریشت رو کوتاه کن یا ریشت رو بگیر. همین خیلی میگفت. وقتی رفته دید گفت دیگر ریش نمیتراشی. دیگه یگان خیش تبار به مادرم تاثیر کرده نمیتونست، توسط مادرم به من تاثیر کرده نمیتونست. تا به همین روز این شکایت خیش تبار مادرم تا به حال حاضر هست. اما یگان کلمه به نام الله قسم میخورم، یگان کلمه زید یگان رفتاری من مادرم کار نکرده، نگفته است. برای چی؟ برای اینکه با چشم خودش رفته دید بی‌تربیگی، پدر به خطاگی، سگ دهنی شمایان را در پیش چشمش مرا حقارت کردید، در پیش چشمش سگ دهنی کردید و او را گفتید که این چگونه تربیه است. تو خودت بی تربیه، از دهانت فشنش برده ایستاده است، چیزهایی رو به دهانت میگیری. پرستیتوت که به پول نمیگیرد، تو با آدابی من بی آداب. به همین روز رسیدیم. تقریبا این زندگی 26 ساله است، 25 ساله تقریبا، از سال 1999 تا به همین روز. یک روز خوش ندیدیم از شما، لیکن من پشیمان نیستم. تا مردنم به سرتان هستم، چون که مرا خود شما به همین خلاصه آوردگی هستید که تا شما نابود نشوید، تا شما از این حکومت نروید، نه به من نه به مردم تاجیک یگان روزی آسودگی نیست. زنی تاجیک، دختری تاجیک، مادر تاجیک حقارت میکنی، سگدهن زنگ میزنی، به فلان خواهر به فلان مادر حقارت میکنی، گپ میزنی، تو آدمی، تو در حکومتی سونی دیگر رو بیادب و خاین و بی‌تربیه هم. ای مردم، در کدام از همین حکومت دارا یک آدمی با آداب، یک آدمی در همین پلیس و در همین امنیت و چیزهای عدلش و همین ها یک خوش معامله دیده؟ یک بی حقارت گپ میزدگی یافته؟ گفتم که تا همین از تگ 100 دار گریختگی نباشی در مقامات پلیس کار کرده نمیتونی. به تو باور نمیکنم. میگن این کمتر رحم دل است، میرد به گپ افتاده میبیاد. از عقب 100 آدم میمونند. میگن این درباره جوانمردی فکر میکند و همه کار کساد میشد. این وظیفه به اون نمیتیم. به این وظیفه یک شخصی در کار است که نه درباره جوانمردی فکر کند، نه رحمدل باشد. همین خیلی شما. این همین خیلی شما. در خانه
تاریک و زمستان اینا دعوای بهار میکنن. تلویزیون فقط درباره سبزگردانیدن وطن. آخه این مردم ازدواج کردن که از خانه های خنک تاریک برآورده به خود سپر میکنید. کودکو حتی میبرای مشرفکه. یک نفر مسخره بازی رو ببینید، یک نفر خونش از پخسه مثلا در خونش هیزم نیست که تگی دیگ رو تصفونه، شما میبرید مشرفکه سر لباس میپوشونید، سر لباس یک ساعته رو یا یک نیم ساعت یک سر لباس خوب رو میپوشونید، او رو میرقصونید زیر نوایی آباد است وطنم، آزاد است وطنم، دلشاد است وطنم، گلشن است وطنم، بهشت است وطنم. یک نیم ساعت او رو گیپنوز میکنید در همین فضای آزاد است وطنم و آباد است وطنم. تو خونه میره چشم بکشوید که با همین پخسه دیوار بود به پیشکه هیزم نیست. گاو خونه که یگانه درآمد خونه است یا شیر میدهد، قطیق میدهد، جرغات میدهد، روغن میدهد، از گرسنگی با خاص صدای شده است، علف نیست، یکی به خودش میبیاید. انا همین خیلی سیاست دارین شما. انا همین خیلی حیات به مردم تاجیکستان، به سر مردم تاجیکستان آوردگی هستید. باز دهان شما که گپ میزنید. بازی شما هستید که گپ میزنید. شرم دارید. شرم دارید. این شرم چی میدونید شما؟ باور کنید یک چیزهای از شما ما انتظار هستیم که شرم مثلا گریم، حاضر من شرم دارید دوست دارم. شرم چی میدونید شما؟ شرم حرف شد وجود ندارد در شما. آیسته آیسته روز نابودیتون هم آماده رسیده شده است. انشاءالله به سرتون هستیم. از این به بعد یک نفسی آسوده نمیکشید. همین خیلی میکنیم که اینت از این خوجه اینت گپ میشنوی برای چی هیچ کار کردن نتونستی، وید از وای خوجه اینت گپ میشنوی برای هیچ کار کردن نتونستی. همه گریبون یک دیگه گرفته میگرده. از این به بعد دست پا خورده. وقتی توی میروین برای تکنولوژی پشالوان میگوید، بررسی میبینید برای تکنولوژی پشالوان میگوید. همین خیلی میشه نکن. همین خیلی میشه. یا اینکه باز وجب به وجب تاجیکستان دادن سر بکنین. نه نمیمونه بکو وای وقتا گذشت دیگه اسپیت هم نمیکنین. در جبرانی در منصب موندنتون وجب به وجب زمین تاجیکستان به قرقیز برود، به خیتای برود، به افغان برود، به ازبک برود. نه اسپیت نمیکنین. خوبتون رو به آب گویید. این وقت هم گذشته است. خوب دوستان عزیز، سلامت و سربلند و پیروز باشید. زنده باشید دوستان عزیز. زنگ نیست که در اینجا نوشته شدن که زنگ ها باشد قبول کنید. نیست، زنگ نیست دوستان عزیز. چندین نفر بودن در اینجا برآمدن. عبدالله وارد شدن. همین نفر گوش نکنم من برنامه بس نمیکنم. عبدالله بفرمایید دوستان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آواز من خوب؟ آوازتون خوب. خودتون هم میبینم که خوب است. سلامت باشید. سلامت باشید. البته از آغاز برنامه کمتر تماشا کردم. بعد این یک کار ما بود، برآمدیم رفتیم انجام دادیم اومدیم. برنامه دوام دارد. از برای همین گفتم وارد شوم وارد برنامه. البته اون مصیبتی که امروز بالای گویم که خاندان شما اومده است، البته این مصیبت گویم که
کلا که در بسیار خاندان‌های اهل تاجیکستان هست. از برای همین نه اینکه برای شما به کل مردم تاجیکستان اول که صبر از درگاه الله طلب میکنم که الله برای همون نفرهایی که در زندان هستند صبر دهد و اون خوش تبارهایی که امروز نزدیکانشون گویم که با نزدیکانشون در گویم که در دوری هستند، گویم که با اونها هم صبر طلب میکنم. البته که این یک گویم که از نقطه نظری سیاسی و هم از نقطه نظری یوریدیکی این یک عمل نادرستی نوبکارانه حکومت است. حتی که گویم که از نقطه نظر اسلام، از نقطه نظری قانون تاجیکستان، از نقطه نظر قانون‌های بین المللی به عمل یک نفر دیگر نفر جوابگر نیست. هر نفری که به بلاغت رسید او جوابگری عمل خودش است، نه اینکه برادرش و پدرش و مادرش و خواهرش. لیکن امروز حکومت با این عملها چی را نشان میدهد؟ که حکومت ضعیفی خودش را نشان میدهد در چشم مردم. نوبکار بودن خودش را نشان میدهد که یک نفرها بالای برادران انسان ها هجوم میکنند، بالای پدر و مادرشان هجوم میکنند، اونها را تنقید و تحقیر میکنند. از برای همین این چیزهایی که امروز هست، این چیزها البته امروز آغاز نشد. البته که گویم که تقریبا این تاریخ 30 ساله دارد. با این مصیبت ها بالای خاندان ما آمده بود، لیکن خاندان دیگرها بود لیکن نه آمده بود. چقدر که شما در همون واقعه را گفتید که مادرم فکر میکردن که اینها همشون چی هستند؟ بهترین هستند، من بد هستم. من فکری بد میکنم نسبت این دولت. امروز خش و تباری منم اکثریت همین در همین فکر هستم. حتی که مادری من هم میگه که چی لازم است برای تو؟ دولت تینج است، آبادی است مثالی. البته این چیز در مفکوره کل مردم جایگیر شده است که سال 92 امروز ما آبادی داریم، ما تینجی داریم. آن چیزهایی که مشکلاتی که در جامعه است، اون مشکلات البته چیکار نمیکنن؟ اون مشکلات البته به مردم نشان نمیدن. اون آبادی هایی که هست همون آبادی ها را برای مردم نشان میدن. مردم فکر میکنن که در کجای آبادی شده ایستاده است. اون آبادی یک روز بچه به خانه ما هم میبیاید. این گوره با همین مفکوره، با همین فهمی شد، با آینده خوب مردم زندگی دارن. لیکن 30 سال است که کوچه های همون قشلاق ما اسفالت نشده است. کارخانه هایی که بود همه غارت کرده، دزدیده برده شدند. کلا که نه اینکه در همون دهه ما باشد، نه اینکه در شهر ما باشد، در همه شهرها همین گونه است. باز از یک چیز عجیبه که امروز من خوندم در رادیو آزادی بود، مصادره کردن کلی مالکیتی همون نفرهایی که گویا که نیتی غصب حاکمیت داشتند. اینجا مثالی گپ همراه خان ظریفی، بعد چی که همون از یادم برآمد از سوسیال دموکرات ها، سید جعفر عثمان زاده، سید جعفر عثمان زاده، اسکندر. البته این همشون مالکیتشون گفتن چیکار کنن؟ مصادره کرده شود. حتی که اجاره دادن یا که فروختن حق و حقوق ندارن. نه اینکه مالکیت اونها، بلکه خویش و تبارهای اونها را چیکار کند؟ البته دولت مصادره کند. این یک کاری ناشایان است. این دولت امروزه به دولت آینده نشان میدهد که وقتی که شما بالای قدرت آمدید نسبت ما و نسبت خویشاوندان ما انا این گونه معامله کنید. البته که یک روزی که یک نفری ناعادل، یک نفری قاتل یا که گویم که یک ظالم بالای حاکمیت تاجیکستان بیاید، انا این ظلم هایی که امروز نسبت مردم تاجیکستان کرده ایستادن، انا این ظلم ها را چیکار میکند؟ همون حکومت بالای امروزه حاکمیت نفرهایی که در حکومت هستند بالای اینها این عمل ها را تطبیق میکند. از برای همین باز یک چیزی که هست که در بین
مقامداران تاجیکستان رقابت است. همشان میخواهند که در حکومت آینده یک وظیفه داشته باشند. امروز چی همون نفری که گنرال پروکراتور جمهوری تاجیکستان سروری میکند یا که سرداری میکند، اون نفر چیکار کرد؟ کلا همون نفرهایی که در حقیقت کمتر باشن، هم آزاد اندیش باشن، همشون با همون جرمی اتهامی چی غصب حاکمیت تهمت کرد. و با سبب یک چیزی که است که انسان باید به شبهه بیارد که برای چی وقتی که تهمت این نفرها را تهمت کردند، نه اینکه فقط که تهمت کردند، با گفتند که با حکومت روسیه، با گنرال های روسیه رابطه داشتند، با این عمل روسیه را گناهکار کردند، لیکن روسیه خاموش است. برای چی روسیه این خاموشی را انتخاب کرد؟ برای چی روسیه اجازه داد که امروز جمهوری تاجیکستان گنرال های بلندپایه روسیه را چیکار کند؟ تهمت کند، تهمت به غصب حاکمیت یا که کلا که تغییرات امروز دولت تاجیکستان و حاکمیت تاجیکستان. از برای همین بسیار سوال هایی هست که امروز باید مردم تاجیک فکر کنند. این نفرهایی که امروز حبس شدند، برای چه حبس شدند؟ اکثری اونها طرفدار رحمانوف بود، طرفدار رستم بود. این نفرها گویم که مقابلی به سیاست رحمانوف نبود. امروز من فکر میکنم که بعد از آمدنی به حکومت رستم امامعلی از این نفرها چیکار کرد؟ خوف ترس داشتند، از برای همین این نفرها را زندان کردند و بعد از که رستم امامعلی بالای حاکمیت بیاید، یگان نفر نیست که به او خطر رساند از نقطه نظری سیاسی، از نقطه نظری گویم که وزن یا که همون به زبان روسی افطریتیت. از برای همین من گفتنی هستم که این ظلم، این حبس مردم، نابود کردن مردم تاجیکستان در همان حالت تمام میشد وقتی که مردم تاجیکستان وقتی که همین چیز حس کند، درک کند. تا اون وقتی که مردم تاجیکستان درک نکند، البته این حکومت چی است؟ یک ظالم است، میخواهد نابود کند و کلا دارایی کلی مردم تاجیکستان، بایگری های تاجیکستان از آن خود کند. لیکن این حکومت برای منفعت مردم تاجیکستان یگان خوبی نکرد. وقتی که نفری برادر شما را زندان میکند یا که برادر یک نفر زندان میکند برای آواز شما را خاموش کردن، این چی است؟ این ضربه است برای جسارت مردم جوانان آینده ملت. جوانان آینده ملت بعد جسارت نمیکنند که سخن حق را گویند. حتی که انمی سیاست امروزه نادرست جمهوری تاجیکستان همین خیل کرده است که مردم تاجیکستان حتی که در خارج بالای اونها ظلم کنند، چیکار میکنند؟ ظلم برداشت میکنند. حتی که از خودشان حمایه نمیکنند. برای چی حمایه نمیکنند؟ برای آن که میداند که نیست نفری که اونها را بعد از وقتی که روبرو شد با یک انسان پرقوت که بیاید اونها را حمایه کند. امروز مردم تاجیک هم در داخل هم در بیرون چی است؟ ترسو شدگی هستند. این ترسو را کی وهم یا که ترس رو به دل مردم تاجیک کی جا کرد؟ امروز سیاست نادرست. ما 10 میلیون هستیم، لیکن مردم تاجیک با مردم قفقاز فخر میکند. 10 میلیون هستیم. میگوید یک اگر که قفقازی بیاید 10 تاجیک شیشته باشد، اگر وای سخن کند سخن وای گوش میکنند. لیکن پهلوان های زیاد داریم. ترس از کجا پیدا شد؟ ترس برای چی در دل مردم ما جا شد؟ این سیاست نوبکارانه امروزه حکومت است که مردم بردن، پهلوان ها را بردن، کفتند، زدند، شکستند. و امروز نفری پهلوان هایی که امروز پیدا می شود در جامعه جرأت نمی کنند که چیکار کنند؟ کمتر آواز بلند کنند. برای چی؟ برای آن که او پهلوان هایی که بودند پیش از اینها برای اینها عبرت شد. وقتی که این حکومت مردم میگوید که اگر من خطا کردم چیکار کنید؟ من اصلاح کنید. مانند عمر رضی الله عنه گفت اگر خطا کردم، اگر خطا کنم چیکار میکنید؟ صحابه گفتن ما تو را
با شمشیر ایستاد میکنیم. از برای همین چه خیلی وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم با مردمشون با صحابه ها مشورت میکردن، معمای مشکلات مسلمانان را چکار میکردن؟ معمای خودشون گفته میدونستند. صحابه ها این گونه بود. حتی که عمر میگوید که یک جانور در یک منطقه حکومت من اگر که پایش رو شکند من در پیش الله جوابگو هستم. امروز از همه چیز قیمتترین ما جوانهای این ملت از دست دادیم. از همه چیز قیمتترین این دینی جوانان این ملت که این ملت با شجاعت میکنه دین این ملت از چی برداشتیم، از این جوانان کشیدیم گرفتیم. با نفرهایی که امروز میبراید از عدالت و از کمبودی یا که نادرست سیاست حکومت حرف میزند، اونها را بردیم زندان کردیم، نابود کردنی هستیم. بعداً ما چه خیلی جامعه میخواهیم؟ فرزندان نبیرهان خودمان را چگونه دیدن میخواهیم؟ همچون یک انسانی ترسو، همچون یک غلام چین یا غلام روس، نفری که از خودش حمایه کردن نمیتواند همین گونه فرزند یا که نبیره یا که گویم که انسانها را تربیه کردنی هستیم. جامعه آینده تاجیکستان چگونه شما دیدنی هستید ای حکومت دارم؟ جوانان آینده ملت چگونه شما دیدنی هستید؟ لگنبردار، ترسو، پدخلیم، تعریف کننده، نرکمند، رقاصه، زیناکار، دیوز خواهراشون میبرانند در پیش کیم کدام بلاگر و هر کدام بدبخت میبرانند میمانند. همین گونه دیدنی هستین. این همون سیاسته که نابودی ملت به نابودی ملت میبرد. این سیاست، این نقشه برای یگانه مقصد است: نابود کردن ملت. یکی رحمانوف میگوید که اگر که ملت نابود کردنی خواهی اول زبانش میگیرن، بعدین دینش میگیرن، بعدین عرف و فرهنگش میگیرن. امروز که کلا ما چی زبان ما در طول 30 سال زبان فارسی گویم که حرفهای فارسی برنگشت. ما از کتاب‌های که از بابا کلان ما مونده است از او چیزها آگاه نیستیم. عرف و عادتی که از ما بود، عزت و حرمت، احترام برای کلانسالان، همسایان، خیش و تبار از بین رفت در 30 سال. امروز خیش به خیش پروانه دارد، فرزند به پسر، پسر به پدر و مادر. رفاقت، مهربانی بین همسایه ها از بین رفت است در طول 30 سال. همون عرف و عادتی که ما داشتیم، حتی که شوروی نتونست همون را برهم دهد، امروز برهم خورده ایستاده است. مهربانی نیست، محبت نیست، دوستی نیست، رفاقت نیست. زبانی که ما میگوییم زبانی فارسی، ما تا 30 سال است که حالا هم چی است با حرفهای روسی می نویسیم. ترک زبان ها حتی زبانشان را لاتینی کردن. ما جرأت نداریم. جوانهای با شجاعت، با علم ما چی شدن؟ رفتن خدمتگار روس ها شدن. هر روز لگد میزنن. این چی است؟ همون چیزی که گفتی که اول زبانت میگیرند، بعد فرهنگت میگیرند، بعد آیسته ملت نابود میشود. انا اون سیاستی که امروز تو گرفتی، انا این سیاست است. زبانی که شوروی از ما گرفت برنگشت در طول 30 سال حکومتی تو. شجاعت، محبت، مهربانی، غمخواری، صداقتی که شوروی در 70 سال گرفته نتونست، تو در 30 سال حکومتت گرفتی. و ملت در کدام حالت قرار دارد امروز؟ ترسو، مهر و محبت در بین ملت نیست، محلگرایی، بدبینی، عزت و احترام به پدر و مادر، همسایه، خیش و تبار نیست، به کلانسالان نیست. این سیاستی تو است. از برای همون حکومتدارهایی که امروز در بالای حکومت جمهوری تاجیکستان هستند، یک بار فکر کنند که
فردا تاجیکستان فرزندان تاجیک چهل دیدنی میخواهند. اگر که خواهند که مردای جسور در این ملت سر بردارد، باید مردان جسور، عالم هایی که امروز بیچاره ها در ترکیه و در دیگر منطقه ها هستند، باید به تاجیکستان برگردد، اسلام به مردم آشکارا فهماند. عالمانی که در امریکا رفتن امروز کار میکنن، در اروپا و در استرالیا هستند، اونها را بیارد و اونها معاش خوب دهد. و رقص و بازی و همون چیزهایی که به منفعت مردم مسلمان تاجیکستان است، اونها را کلا برداشته شود و مردم مسلمان تاجیکستان به شجاعت دعوت کرده شود. در او وقت این مردم در کجای نباشد سر بلند کرده میگوید که من فرزند فارس هستم، من تاجیک هستم، من مسلمان هستم، با مسلمان بودنم، با تاجیک بودنم، بعد فرزند فارس بودنم فخر میکنم. امروز ها چیزی که تاجیکستان به پیش او گپ هایی که حرف های بلند، این فقط حرف است. لیکن ما حالت تاجیکی ها را تقریبا 2 ماه دیده ایستاده ایم که در کدام حالت هستند. تاجیکستان به پیش 100 تاش را بیاید لغت میکند، همه خطا رفته ایستادند. همه تاجیکستان به پیش گفته ایستادگی ها از عقبش پلیس زده آورده ایستاده است، دستش پشت کلهش همین خیلی آمده ایستاده است، یا همینا به پیش رفته ایستاده است. درست، لیکن این حالت درست شوکت اکا، لیکن این حالت غمگین آور است که در طول 30 سال همین حکومت میتونست که جوانهای تاجیک انگلیس گپزن کرده میتونست. زبان انگلیسی را کو امروز افغان روبرو میشوید میگوید که ای افغانستان جنگ است، من با افغانها روبرو میشم، انگلیسی را همه خوشرو میدونن. بله. با مردم پاکستان میدونید انگلیسی را خوشرو میدونن، با مردم هندو وا میخورید انگلیسی را خوشرو میدونن، ایرانی ها انگلیسی را خوشرو میدونن. ما چیم؟ برای چی در طول 30 سال امروز زبان دنیوی زبان انگلیسی است؟ برای چی مردم تاجیک زبان انگلیسی را نمی آموزد؟ امروز مردم تاجیک محتاج به روسیه نمیشود. امروز من در یک جا با در خانه یک نفر کار کردم، البته کار کردم، گفتم چی کاره صاحب خانه؟ گفت همین یک کمپانی آیتی کمپانی دارم، آیتی کمپانی، همین آیتیشنیک پروگرامیستا همین چی میکردم، همون که یک کمپانی بود. بعد من گفتم کارگرات کیان؟ گفت کارگرام همش پاکستانی. میفهمی؟ همه پاکستانی. باز با یک نفری که ایرانی بود در کمپانی اریکسون کار میکرد در سوئد، سوال کردم در کارخانه چی خیلی است؟ گفت سردار کارخانه سوئدی است یا که شوید، ماندگی همه از پاکستان، هندوستان و از ایران و همین طور است. در وظیفه های بالا آمده با شرطنامه کار میکنن، معاش های بلند. لیکن در طول 30 سال فقط ما غلام تربیه کردیم، هیچ چیز نکردیم. اگر که محبت برای این مردم باشد، مردم مسلمان تاجیکستان باشد، امروز این جوان ها را ما هم میتوانستیم که آیتیشنیک تربیه کنیم، پروگرامیست، یا که دکتر تربیه کنیم، انجینر تربیه کنیم. لیکن فقط ساختمانچی که صفتی پست، گروه چی میگوین که همون خیلی ما تربیه میکنیم. 11 سال میخوراند بیچاره پدر و مادر، مهنت میکند که فرزندم آیندهش خوب شود. بعدی چی است؟ لامات کپات. البته بعدی میبینید. البته من فقط میگویم که همون حکومتی ها امروز از همون بایگری ملت میخورید، شکماتون سیر میکنید، فرزنداتون در پیشتون از خورسند هستید، پدر و مادرتون خورسند است. یک بار همین حالتی همین جوانانی مسلمان تاجیک، زنهای مسلمه تاجیک یا که مردم تاجیکستان دیده همون حالتی خارشان دیده، یک بار فکر میکنید کمتر هم باشد انسانیگری در دل شما هست، دلتون کمتر باشد میسوزد برای این فرزندان ملت؟ اگر که امروز ما حالتی این مردم تغییر ندهیم، وای به حال مردمی که فردا یا که امروز تولد شدن، فردا اونها باز غلام میشوند.
و لعنت به من و شما میگویم، به همون حکومتدارانی که امروز از پول مردم صاحب منصب شدن، شکماشون سیر کردن، فرزنداشون صاحب وظیفه کردن، لیکن مردم خار کردن و غلام کردن. شما را لعنت میگوید، لعنت نسل آینده میگوید و تاریخ شما را همچون نفرهایی که شکمبه، ظالم، خونخوار، انسانهای بدبخت در تاریخ ثبت خواهد شد. از برای همین همه زنده است. کلا انسان زنده یک عمل میتواند که عمل نادرست تغییر داده میتواند، لیکن آدم مرده نمیتواند. ما میتوانیم که مردم مسلمان تاجیک عزت شرفش به دست آورد. ما میتوانیم که مردم مسلمان تاجیکستان درگویم که در وظیفه های بهترین کار کند، زندگی خوب داشته باشد، با شجاعت باشد، با معرفت باشد، بین مردم محبت باشد. این فقط چی؟ اگر که ما حرکت کنیم به این چیز اومده رسیده میتوانیم. اگر که بی‌پروایی کنیم، البته چی است؟ زندگی من خوب است، گویم شوکت آقا گویم زندگی من خوب است، به دیگر چی است؟ چی پروا است؟ البته آینده ملت نابود می شود، عزت و شرف ناموس این ملت نابود می شود. یک زن من نوار دیدم در همین چیز، یک خانه، یک بلاگر یک خانه کمبغل می رود، میگوید که خاله میگوید کی میگوید از همه آشی میگوید همین خوراکی دوست داشته شما چی است؟ میگوید بچه میگوید نان و میگوید آب میگوید. میفهمید؟ نان و آب میگوید. امروز مادران این ملت همین گونه زندگی میکنن. یک با یک زنی دیگر میگوید که خاله میگوید کی بازار رفتید؟ میگوید در یادم نیست. کی لباس کورته خوب برای خود خریدید؟ بچه میگوید که 5 سال شد یا 6 سال شد. میگه من فکر میکنم که بچه میگوید همین لباس خوشنو میپوشم که این لباس من نمیدارد. میگه میفهمید؟ او که فرسوده نمیشود. این خور در جامعه ما همه خیلی مادرها هست که شکمشون سیر نمیشه، خوراک نمیخورن، لباسشون عوض نمیکنن. یک بار فکر کنید، غم ملت کنید. باور کنید من همین بیچاره بچه‌هایی که در روسیه هستن نگاه میکنم و همین خیلی میگه که خواب کنم و فردا نخیزم که این چی است، که چی ما مردی است، که چی جوانی، چی جسوری، کجا شد ما؟ عزت و شرف ما کجا شد؟ بالای یکدیگر ظلم کردن در که ما در یکم جا هستیم. امروز در آسیا میانه فشار آوردن در یکم جا هستیم. از ما پیش دیگری نیست. پیش ازبکستان اسلام کریموف دجال بود، امروز تاجیکستان است، امروز رحمانوف است. یک بار باز میگویم که بالای مردم ظلم نکنید، مردم جسارت و مردیش از دستش نگیرید، مردم کمک کنید به یکدیگر، برادرایی که در خارج هستند یکدیگر را کمک کنید، فرزنداتان را خوانانید. البته پابند اسلام باشید، دین الله پیروی کنید. عزت شرف در اسلام است. سلامت باشید. خیلی بسیار گپ زدم. البته نفرهایی که امروز دستگیر شدن اونها را نامشون از یادم برآمد که نباشد 2 بار 3 بار چی کردم، همون مقاله ها را خوندم که حتی که شاکر جان حکیموف نفری که بسیار من نفر برنامه‌هاشون گوش میکردم، انسان یک مرد با شجاع بودن، حتی که نام اون نفر از یادم رفت. همین خیلی تشکر زیاد برادر عزیز، خیلی متاسفم. سلامت باشید دکا، سلامت باشید. البته دونید تمام رقم واتساپی که در اینجا گذاشتگی بودم یک بار دریافت کرد، یگان چیز نویسید، یک بار در تماس شویم. خب ان شاء الله من با فیسبوک تو می نویسم اکا حضور، من می نویسم بهتر از همونجا ان شاء الله. البته بسیار غمگین آور است اکا. فکر میکنین مثلا که فرقی نمیکنه 42 ساله هستم، با 5 روز عمر دارم یا عمر ندارم، مثلا که میرویم. من وظیفه شخصا نمیخوام، نه بایگری میخوام، هیچ چیزی نمیخوام. همین گویم که همین خیر که
عمرم میگذرد میرود، لیکن مردم این ملت، ناموس این ملت از دست رفته ایستاده است. ظلم بالای ملت میبینید، البته میگید که برای ما چی شد؟ برای چی مردم ما اینقدر در حالت همین خیلی گویم که خواری و زوری؟ برای چی؟ نخواد که مردان جسور نداشته باشیم؟ 10 میلیون هستیم. بله. سلامت و سربلند باشید برادران عزیز و کلی همون نفرهایی که در روسیه هستند، در زیر ظلم هستند. الله صبر دهد، الله عزت و شرف رو به کل مردم ما نصیب گرداند. تشکر زیاد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خارج میشم. بارک الله فیک. تماشاگران عزیز، خیلی متاثر شدم. به برادر عبدالله تشکر زیاد که چنین سخنهای جذاب و چنین سخنهای دلسوزانه زدند و ما را خیلی متاثر کردند و امید میبرم که این حرفها با یکایی که شما هم تاثیر کردگی باشد. جمهوری تاجیکستان هزارها شوکت محمد، هزارها عبدالله دارد، هزارها محیدین کبیری، هزارها محمد اقبال صدرالدین دارد و هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید که پلنگ خفته باشد. انشالله امیدواریم که این شیران و این پلنگان خفتگی را بس میکنند. شاید که پلنگ خفته باشد. اوی پلنگان، خفتگیتان بس. اوی شیران، خفتگیتان بس. این بیچاره سعدی نگفت که شما همین خوب روید، مزح کرده. وقتی بیدار شدنم رسید. شیر باید شیرش کند، پلنگ باید پلنگش کند. پلنگ دیگه مشی آب افتادگی نیسته. شیر شغال نباید باشه داخل مینگ مینگ کرده سرخود خورده گرده، پسمانده خورده گرده. شیر باید شیرش کند، پلنگ باید پلنگش کند. اوی جوان مردان، شغالی مشی آب افتادگی شدن بس. مرد شوید، جوان مرد شوید. شاید این انگشت را بزنن بشکنن، شاید این انگشت را هم به تنهایی بزنن بشکنن، اما وقتی که این 5 پنجه مشت می شود میده می کند. برای همین هم ما همه این پنجه ها باید مشت شویم، باید مشت شویم. سلامت، سربلند و پیروز باشید دوستان عزیز. لطفاً حالا تقریبا 900 نفر ما را تماشا میکنید. از همینجا خارج نشده لطفاً تگمه لایک را پخش کنید، لطفاً نظرتان را نویسید، به دیگران بفرستید و آبونه شدن را فراموش نکنید. حتما دوستان عزیز آبونه شوید، آبونه شدن فراموش نشود. تا برنامه‌های دیگر یکایک شما را به الله میسپارم. روز پنجشنبه صحبت من در برنامه روزانه فکر با فرهاد آدینایف درباره منصبداران جنایتکار ساعت 18 روز پنجشنبه 1 آگوست نشر خواهد شد و پیشکش شما خواهد شد. انشالله امیدوارم که پسند شما میگردد. نادیده نمانید، بیخبر نمانید. روز پنجشنبه 1 آگوست ساعت 18 به وقت برلین و ساعت 21 به وقت دوشنبه پخش خواهد شد، یعنی ساعت 19 به وقت مسکو است. پیشکش شما میگردد، بیخبر نمانید. امیدوارم که پسند شما میشود. خیلی درباره جنایتکارای خوی منصبداران صحبت‌های جالب شده است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با شما بودم شوکت محمد. با آنهایی که در این برنامه شرکت کردند، سخنرانی کردند، ما را پذیرفتند، تماشا کردند، حضور پیدا کردند، تشکر عرض میکنم و به آنهایی که ما را دستگیری میکنید و آماده همکاری کردید تشکر عرض میکنم. حتما با شما در تماس خواهم بود و من بعد همین خیل
خدا کند که صف ما زیاد شود. سلامت و سربلند باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.